السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جوانای خوب، خدا همتان رو نگه داره، در مسافریان سلامتتان داره. عبدالله است نام همه شما. التماس که با ایشان چند سخنی برای دلبرداری و برای زیادتی ریسک و فراخی ریسک و شما کنم. پروردگار همتان رو نگه داره بچم. اول نصیحت من برای تا این است که نمازاتان خوانی بچم، زیرا که خداوند به این زیباگی و به این چشمهای شهلا و بینا و به این گوش و شنوا، به این استعدادی که شما رو داده، این نعمت شکرانه نماز بچم. وقتی 5 وقت نمازتان خوانده، خدا از شما راضی میشه. خداوند گناهاتان میشوید، خداوند رزقتان رو فراخ میکنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تا من دوست خدا هم، جوان پاکیزم دوست خدا های. روز قیامت در زیر سایه عرش قرار داره جوانایی که تنصحتن و در جوانی عبادت خدا را میکنن، کسب حلال میکنن. انشاءالله خدمت شما در مسافرت ها این مثل ثواب جهاد در راه خدا را دارم، برای که برای تامین روزگار تا میره، برای خاطر تامین فرزندات تا میره، برای زندگی پدر و مادر خوب کردن میره. و از همه اساس من قشلاقتان با شروع کرده آبادی مسجد تا تامین تا ساختمان مکتب برای بچه هاتان. این هم بهترین عبادت است. این از جمله صدقات جاریه. راه ها رو اسفال کرده، راه ها رو سوید کرده. انشاءالله تا آنه که از این ثواب براتان میره. خوشا به حالتان که پولاتان در راه خیر، در راهی که در وجه ثواب و همیشگی است، در راهی که پسنداز روز قیامت است، در بانک های الهی صرف میکنه. لیکن برای خاطر مسجد هم حرکت کنیم، چون برای مکتبم صدقه جاریه زیر فرزندای ما و شما میخوانیم. هر قدر فرزندای ما و شما با سواد باشند، دانشمند باشند، فایده ما و شماست. بی سواد باشند و از علم عقب مونده باشند، ضرر ما و شماست. بنابر همین رسول اکرم گفتند هلاک امتی فی الجهل، امت من هلاکتش در جهل است، در بی سوادی است. امروز جناب عالی هم تمام شرایط مهیا کرده بچه ها رو خواندنش ده، با سواد شدنش ده حرکت داره. ما و شما باید حرکت کنیم، ترغیب کنیم. کجا که مکتب نمیرسه مکتب سازه، حساب بکنید. انشاءالله از پولای زکاتات هم که باشه جمع کنید تا یک کس متصدی کنه، صرف کنه میشه. انشاءالله در ثواب شما هم شریک بشه. خداوند دولتتان زاید کنه، عمر درازتان توی کلمه لا حول ولا قوة الا بالله را بسیار گوی برای از بلاها خودتان نگه داشتن. خداوند همتان در سلامت داره و رزقاتان رو فراخ کنه، کسب و کاراتان و برکت همتان در ساختمان با این مکتب و مسجد با زایدتر گردان. این پسنداز نترسید، دادن گریب چند. خدا نگهدار.